خب امیدوارم که مطالبی که توی پارت اول ویدیو صحبت کردیم به شما کمک بکنه که یکم دیدگاهتون رو واقعی تر بکنید از مارکت و بدونید که شما مثل یک مغازه دار هستید. مثلا شما یک مغازه سوپرمارکت دارید و یک شخصی میاد میگه من به شما یک روشی میگم که اجناس مغازه رو هر روز همش رو بفروش و فردا دوباره بار جدید بیاد، باز فردا هم همین اتفاق بیفته. آیا این همچین چیزی واقعیت داره؟ توی یک روز ممکنه به صورت اتفاقی یه روز مثلا خیلی مشتری باشه و خیلی عظیمی از اجناس اون مغازه به فروش برسه، ولی آیا هر روز این همچین چیزی ممکنه؟ خیر نیست. چجوری برای یه مغازه اینجوری اتفاق نمیفته؟ برای توی مارکت هم اینجوری اتفاق نمیفته، چون ذات مارکت یک چیز رندومه و هیچ قانونی به صورت نوشته نداره که آقا زمانی که این اتفاق افتاد حتما حرکت بعدی اینه. شما برای هر چیزی توی مارکت مثال نقض میتونی پیدا بکنی، هر چیزی. پس توی مارکتی که ذاتش اینه نباید دنبال خواب و خیال بود، واقعیت رو باید ببین. خب این از بحث اول، چون لازمه برای این دوره شما با این دید وارد ماجرا بشید. هیچ قولی به هیچ شخصی ندادیم و نخواهیم داد که شما وین ریتت با بقیه سبک ها متفاوت باشه. شما میتونی با خط روند یک استراتژی بسازی، بک تست بگیری و به سود برسی. و به سود رسیدن یعنی شما براینده در یک دوره معاملاتی مثبت باشه. و این درصدهایی که من میگم مثلا 6 تا 8%، شما اگه بری مثلا این ادعا رو بکنی توی خارج از ایران، چون ما یک کشوری هستیم که تورم داریم و اگه بالای مثلا 20-30% نباشه سودسازید، عملا اصلا عقبی. و خود 20 الی 30% در سال یک عدد بسیار عالی هستش توی خارج از ایران، ولی اینجا به این شکل نیستش. مخصوصا اگه مثلا شما بیای ریالی در بیاری تو بورس ایران بیای مثلا کار بکنی که اصلا خیلی عدد ناچیزی میشه، عدد مثلا حتی 60-70%، چون تورمش اینقدر زیاده که شما عملا اصلا ممکنه عقب بیفتی. حتی یعنی پول همینجوری دلار نگهداری خیلی ممکنه مطمئن تر باشه تا اینکه بیای باش کار بکنی و سالی مثلا 60-70% بگیری. پس باید مارکت ها رو بشناسیم. شما داری دلاری در میاری و این تفاوت داره با مثلا مارکتی مثل بورس ایران. خب بیشتر از این وارد حاشیه نمیشیم. میخوام در مورد استراتژی صحبت بکنم. اولین استراتژی که انتخاب کردم، ببینید اینجا استراتژی ها رو بسیار ساده انتخاب میکنیم و هدفمون اولا در وهله اول پیدا کردن یک استراتژی سوده که اکثر افراد بتونن ازش استفاده بکنن. یک. دو، آشنایی شما با نحوه بک تست گیری یک استراتژی. یعنی شما چجوری یاد بگیری که یک استراتژی رو با روش‌های مختلف تست بکنی، ببینی کدوم برای شما بهتره. خب استراتژی اول ما، اول بیاد مؤلفه های استراتژی رو در مورد صحبت بکنیم، بعد میایم نحوه تستش رو چک میکنیم که به چه شکل هستش. ابزارهایی هم که در واقع توی این بک تست استفاده میکنیم هم بهتون معرفی میکنم که برید و اونا رو آماده استفاده بکنید. خب ببینید ما یک مفهوم تحت عنوان significant high or low داریم. یعنی چی؟ یعنی شما زمانی که توی چارت داری تایم 1 تا 5 دقیقه به مارکت و ترجیحاً 5 دقیقه به مارکت نگاه میکنی، ممکنه یه همچین حالتی در چارت برای شما اتفاق بیفته که یک های و لو برای ما ساخته شده. خب اینجا
significant high or low یعنی های و لو هایی که بسیار واضحن. خب کدوما واضحن؟ این برای ما یه هایه، این برای ما یه لوه. خب سوال، آیا این دوتا هم برای ما وجود نداره؟ بله، اینا برای تایم پایین تره، اینا هم برای ما های و لو هستن، اما significant نیستن و اگه باشن برای تایم پایین ترن. توی تایم ثانیه ممکنه یه سری اتفاق افتاده باشه در تو این زون ها، اما significant high or low به اونایی میگیم که خیلی واضحن. خب پس اینا برای ما میشن چی؟ significant high or low. اسمی هم اصلا روشون نمیذاریم، یعنی فقط های و لو. خب این بخش اول. پس ما اولین چیزی که توی این استراتژی لازم داریم مشخص کردن لو و های های مهمه. ممکنه در ادامه یه همچین چیزی دوباره ساخته بشه. اینا هم به همین شکل. این استراتژی دوستان، یعنی اصلا هیچ جای اینا نوشته نشده که این باید اینجوری باشه فلان. اینو خودمون داریم در مورد صحبت میکنیم. من این استراتژی رو هم تست نکردم که بیام امروز بگم فلان و ازش استفاده بکنید. نه، میخوام با هم دیگه تستش بکنیم. اگه سوده بود که ازش استفاده بکنیم، اگه سوده نبود بذاریمش کنار، یک استراتژی دیگه ای رو بیام در مورد صحبت بکنیم. خب پس ما یاد گرفتیم که significant high or low ها رو مشخص بکنیم. توی حالت سودیش هم به این شکله، این میشه های، این میشه لو، های لو های. خب پس چیز عجیب و غریبی نیستش. خب این از توضیح اول. پس ما significant high or low داریم، مشخص میکنیمشون به این شکل. زمانی که مارکت میاد یکی از اینا رو به این شکل میشکنه و یک گره معاملاتی روش میسازه، این برامون میشه یک FTR یا همون گره، یه چیزی که این وسطه. خب اسمی نمیخوایم روش بذاریم، یه گره معاملاتی. خب توی حالت این سقف به چه شکله؟ ببینید زمانی که ما یه همچین چیزی داریم، یعنی میاد میشکنه، دوباره وارد میشه و ادامه حرکت میده، این برامون مجدد میشه یک گره به این شکل. خب الان ما تو حالت نزولیش رو مثال زدیم، حالت صعودیش به این شکل میشه، یعنی یک سقفی داریم به این شکل روش گره ساخته میشه، یک کفی داریم به این شکل روش ساخته میشه. خب پس مؤلفه اول مشخص کردن significant high or low، مؤلفه دوم مشخص کردن گره هایی که روی اینا ساخته میشه. مؤلفه سوم چی؟ مؤلفه سوم شما از یک فیبوناچی می استفاده میکنیم به این شکل. این فیبوناچی چی به شما میگه؟ ببینید ما زون هایی که برای ما اهمیت داره محدوده تعادلی یک گره معاملاتی، یعنی ما نمیخوایم وارد RTM بشیم، MPL و نمیدونم فیک DP و اینا در مورد صحبت بکنیم، دهانه در مورد صحبت بکنیم، اصلا کاری به اینا نداریم. میخوایم خیلی ساده، کسی که اصلا فقط یک پرایس اکشن ساده بلده بتونه از این استراتژی استفاده بکنه. ما این لول 6 دهم رو انتخاب میکنیم. شما میتونی اصلا 55 انتخاب بکنی، شما میتونی اصلا تسته. خب داریم تست میکنیم، مثلا 65 شما بیا انتخاب بکنید، فرقی نداره. شما مهم اینه که اینو که داریم تست میکنیم جواب بده، حالا به هر شکلی که ممکن. خب ما توی این استراتژی میایم چندین تا حالت رو تست میکنیم، یعنی یک به یک رو تست میکنیم
یک به دو رو تست میکنیم و یک به سه رو تست میکنیم و حتی نیم نگاهی به یک به نیم داریم. این هم حتی میایم تست میکنیم ببینیم به چه شکله ما که داریم تست میکنیم. حالا بذار دیتاش رو هم داشته باشیم. پس یک به یک، یک به نیم، یک به یک، یک به دو، یک به سه و اونو بعداً وارد یک فایل اکسل میکنیم که در مورد صحبت میکنم که به چه شکلی. فعلا ما یک لول 6 دهم رو به فیبوناچیمون میدیم. این لول 6 دهم اینجا بر ما وجود داره و ریسک به ریوارد ثابت ما توی این استراتژی یک به دوه. فعلا داریم اینو تست میکنیم ببینیم تا بعداً هر ترید رو که ثبت کردیم، مثلا اینجا ترید اول یک به نیم رو داده، یک به یک رو داده، یک به دو رو نداده، استاپ خورده. پس این ترید توی یک به نیم و یک به یک تیپی شده ولی توی یک به دو نه. و وین ریت ها رو چک میکنیم بر اساس ریسک به ریوارد ها و بعدا مجموع ریواردی که گرفتیم رو بر اساس مثلا یک دیتای 100 تایی 100 تا ترید میزنیم و اینا رو این دیتا رو جمع آوری میکنیم. میگه ما توی 100 تا اگه مثلا یک به نیم بوده، وین ریت هم مثلا 70-80 بوده فرضاً، اگه ولی ریسک ریوارد هم نیم بوده، مثلا وین ریت هم 55 بوده با ریسک ریوارد یک به یک و توی ریسک ریوارد یک به دو مثلا 45 بوده و می اینا رو تست میکنی ببینی کدوم ریواردش بیشتری داره. پس اون میشه ریسک به ریوارد ثابت شما که ما اینجا فعلا دو رو بررسی میکنیم تا ببینیم بقیه به چه شکلی. خب پس مؤلفه سومی که اومدیم به استراتژی اضافه کردیم اینه، یعنی ما یک لول 6 دهم اضافه کردیم و این عدد صفر رو میذاریم رو بخشینه برعکس گذاشتم چون نزولیه، اینو میذاریم رو چون میخوام چیز بگیریم سل بگیریم دیگه، صفرش رو روی سقف اینجا میذاریم، یکیش رو روی این کف میذاریم. خب که و زمانی که مارکت به این زون برگشت میایم ترید میکنیم. یعنی استراتژی در این حد ساده است و من بهتون نشون میدم که اصلا برای سودسازی اصلا لازم نیست شما بری چیزای عجیب و غریبی که الان مد شده رو بیای یاد بگیری و به هیچ دردت هم نخوره. خب سوال اصلی، یعنی این جزء مؤلفه سومه، تا چه زمانی من اجازه دارم روی این لول ترید بکنم؟ این بسیار مهمه. تا چه زمانی من اجازه دارم روی این ترید بکنم؟ تا زمانی که مارکت 2 برابر این زون رو ببخشید 1.5 برابر این زون رو حرکت کرده و ریتریس داده. یعنی چی؟ ببینن اگه من اینجا یه دونه از این باکس ها بکشم، خب این میشه 1، این میشه نیم. خب یعنی اینجا 1 محدوده 1، 2، 2.5. الان روی 2.5 تنظیمه. خب اگه ما بخوایم روی 1.5 تنظیمش بکنیم یعنی مارکت تا این لول بیاد و بعد برگرده. اگه خارج از این لول باشه چی؟ اگه خارج از این لول باشه دیگه ترید ما این ولیده. خب پس ما فعلا چیکارش میکنیم؟ یعنی این استراتژی رو تقسیم بر 3 بخش میکنیم. میایم 3 پارامتر بهش میدیم. فعلا داریم اینو تست میکنیم تا 2.5 برابر بره و برگرده باز ولیده. خب چون این 1 برابره، خب 1 برابر این زونمونه، اینجا 2، این 2.5. بر اساس این تیپی 1 به 2 دارم صحبت میکنم دوستان، بر اساس این تیپی 1 به 2. یعنی اگه زون مثلا بزرگتر باشه اینم
بزرگتره طبیعتا، یعنی به این شکلی. و تا زمانی که تا این لول 3.6 ریتریس، یعنی مارکت بیاد به این شکل، مثلا از اینجا برگرده، باز بر ما ولیده. ولی اگه از اینجا برگرده دیگه نه، ما رو این زون تریدی نداریم، حتی اگه به همون تریدی بده. خب پس اینو در نظر داشته باشید. شاید بگید خب الان مگه اینم برای ما significant high or low نیست؟ مگه اینم نیست؟ چرا؟ هر دو تا significant high or low رد شد. از این گره میکشیم، این تو این تایم رد شده، اگه بهش ریتریسی بده، مثلا شما فرض کنید یه همچین چیز ریزی ما داریم برای تایم پایینه، شما بیا به این شکل، تا زمانی که به اینجا نرسیده هر ریتریسی بهش انجام شد شما ترید دارید، اجازه داری روش ترید بزنید. خب ولی سعی کنید چیزهایی که داره توی 5 دقیقه 3 دقیقه اتفاق میفته و سیگنیفیکنت، کلا میخوایم اون چیزهایی که واضح هست رو ببینیم و ترید بکنیم. پس چیزی که الان ما تست می‌کنیم، نمیخوام که اصلا سردرگم بشید و متوجه نشید که به چه شکل اومدیم اینا رو تعیین کردیم. یک بار به صورت کامل میام از اول صحبت میکنم. یه دونه significant high or low مرحله اولمونه. مرحله دوم اگه یک گره روش ساخته بشه علامت میزنیم. یک فیبو میندازیم روی زونی که بهمون داده. تارگت ثابتمون، ورودمون که روی 6 دهم، استپمون روی این زون 0 است. تی پی ثابتمون اینه 1/2. اگه مارکت از اینجا برگرده ورود داریم، اگه از اینجا برگرده ورود داریم، از اینجا برگرده ورود داریم. ولی از اینجا رد بشه و مثلا بره بعدن به سمتش بیاد، اینجا ما تریدی نداریم، اینو در نظر داشته باشید. فقط توی این زون مجاز هستیم اگه ریتریس داد میگیم اینو ترید بکنیم، جزء استراتژی های ادامه دهنده است. اینجا ریورسال نداریم. خب یعنی ما نمیایم مثلا اینو علامت بزنیم و از دور که بهش اومد بیاد اینجوری اتفاق بیفته. اینو فعلا توی این استراتژی ترید نمی کنیم. این استراتژی فقط ترید های ادامه دهنده به ما میده. توی حالت های هم به این شکل گره رو علامت میزنی از های تا لوش، اینجوری تا این زون مجازیم هر ریتریس بهش رو روی 6 دهم ترید بکنیم به تارگت 6 دهم. اینو باید درست کنیم میشه 1/2. خب الان 3 تا پارامتر اصلی استراتژی تکمیل شده. فقط میخوایم در مورد یه سری نکات دیگه صحبت بکنیم. خب چه چیزهایی به ما در افزایش وین ریت کمک میکنه؟ این کف و این سقف اگه در تایم پایین برخورد به یک گره باشن، اعتبار این زون بیشتره. اگه رو هوا باشن اعتبارش کمه، یعنی به چیزی برخورد نکرده باشه، اینجوری یک کندل اومده باشه پشتش چیزی نباشه، خب اعتبار زمانی داره بیشتره، چون ما باز ترید میزنیم دیگه، استراتژی زمانی اینو ترید میزنیم با اطمینان بیشتر که به یک لولی برخورد شده باشه. و اگه لولی این پشت باشه، این رو این کفی که قرار بود ازش بگیریم ما میاریم روی کف اون قرار میدیم. یعنی این باز جزء مؤلفه اصلی نیست ولی به ما کمک ممکنه بکنه. نمیدونم، باید تستش بکنیم ببینیم اصلا اینجوری بهتره یا اینجوری بهتره، ولی فعلا داریم این کارو میکنیم. این جزء مؤلفه ها، اینو هم در نظر داریم و باز این جزء مؤلفه سوم. خب پس ما کلا 3 تا مؤلفه داریم و به این شکل میایم روش ترید میزنیم. خب بریم چند تا مثال ببینیم و بعد میایم شروع میکنیم به بک تست گیری. همه چی رو پاک بکنم. اینم این بک تستمون نیست، این فقط مثال
و بریم توی یه نقطه ای که اصلا نمیدونم کجا باشه. خب اینجا مثلا برگردیم روی 3 دقیقه مثلا. خب ببینید ما significant high or low رو مشخص میکنیم. اینجا ما اینو داریم، اینجا بوده ولی چیزی ساخته نشده، پس برای ما اهمیتی نداره. ببخشید. چیز دیگه ای فعلا به چشم نمیاد تا مارکت بیاد بهش برسه و علامتش میزنیم. اینا دیگه چیز نیستن، مثلا این یک کندل سیگنیفیکانت نیست. خب خیلی تابلو باید باشه برای ما تا بیایم ازش استفاده بکنیم. ببینید الان اینجا یه دونه کپ ساخته شده حالا بر اساس اصطلاحات RTM و ما یه دونه از این داریم، یعنی در واقع یک significant low داشتیم، یه دونه بریم ترم پایین، یه دونه از این حتی پایین ترم اگه بریم که بهمون دیتا نمیده، میخوایم ببینیم آقا اینی که الان ساخته شده به چیزی برخورد کرده یا نه. خب به چیزی برخورد کرده یا نه. این برای ما زونه میشه. خب شاید بگید این نقطه رو چرا ما علامت نزدیم. ببینید ما ترجیحمون بر اینه که نمیخوام مثلا بیام دلیل و اینا، چون یه استراتژی کاملا مکانیکیه. اگه شما یک زونی اینجا دیدین و روش ساخته شد بیاید روش ترید بزنید. خب ولی باز ما رو اینم میایم ترید میزنیم، ولی تایمش یکم پایین، ترجیحاً 3 یا 5 دقیقه. حالا 1 دقیقه خیلی کم ممکنه مثلا توی این استراتژی بیایم استفاده بکنیم، ولی فعلا ما 5 و 3 دقیقه رو داریم بک تست میزنیم و برای ریفاین کردن میریم توی 1 دقیقه. پس چیزی که ما الان داریم این زونه و ممکن اصلا استاپ بخوره، ولی تا رسیدن به اینجا برای ما اعتبار داره. پس اولین مثالی که ما میزنیم به این شکله و یه دونه 1 به 2 به این شکل. خب اینو اولین تریدمونه. میایم بقیه لول ها رو هم مشخص میکنیم. یه دونه significant high or low دیگه داریم تا ببینیم در ادامه به چه شکل مارکت حرکت میکنه. ببینیم به لول ما نرسید، خیلی راحت به لول ما نرسید و تا این زونی که ما داشتیم حرکت کرده، پس دیگه برای ما ولید نیست. حتی اگه چی شد؟ حتی اگه برای ما تی پی بده. خب آیا من میتونم اینو به عنوان significant در نظر بگیرم و اینو ازش در بیارم؟ خیر، این significant نیست. خب این چی؟ این کف و این سقف بله هست، داره میبینیمش. خب پس ادامه حرکت. الان ما باز یه دونه دیگه داریم به این شکل. یه دونه کف داشتیم significant high or low بوده، یه دونه FTR روش ساخته شده، یه زون بهمون داده، روی این میایم ریسک میکنیم. خب میبینید که مارکت نرسیده به 1 به 2 برگشته و استاپ ما رو زده. پس من توی این استراتژی با این ترید ببخشید 1 به 1 هم تیک خورده، 1 به نیم هم تیک خورده، 1 به 2 هم تیک نخورده. خب و استاپ شده. پس من میران ترید اول میام توی اکسل ها رو صحبت میکنم در ادامه، ولی فعلا بدونید که الان مثلا 1 به 1 هم تیک خورده، 1 به نیم هم تیک خورده، 1 به 2 هم اومده. چون ریسک فری نداریم، چیزی به اسم ریسک فری نداریم توی این استراتژی، ممکنه بعداً بهش اضافه بکنیم، بیام اونم تست بکنیم، به درد خورد استفاده بکنیم، ولی فعلا چیزی به عنوان ریسک فری نداریم. خب الان این یکی استاپ خورده برای ما. خب دوباره significant high or low ها رو مشخص میکنیم. این رو میتونم ببینم، این رو هم میتونم ببینم. ترجیحاً اینا رو ترید نزنید، بذارید مثلا اگه اینجوری ریتریس داد بعد رفت بالا، اینجوری اینا رو ترید بزنید. پس یکم
مثلا یه دونه کندل رنگ مخالف دیگه داشته باشه، مثلا این جزوشون نبود، این جزوشون نیست، باز اینجا رو هم حالا چون یکم اندازش بد نبود اومدیم در نظر گرفتیم، ولی این دیگه خیلی ریزه، ممکن اصلا واکنش بده، ولی این اصلا چه تریدیه که شما بیای ترید بزنید، منطقی نیست. خب پس بذارید، چون ممکنه هم مثلا مینور ماژور بشه، ممکن اصلا مینور ماژور بشه و بعد ادامه حرکت بده. پس من الان دیدید که مینور ماژور شد، الان من میتونم از این استفاده بکنم، یه دونه significant high or low دارم و ورودم اینجا، تی پی هم اینجا. خب بریم ببینیم در ادامه چی میشه. فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده، دوباره یه دونه نگاه کنید significant high or low دارم، این اینوالید نشده، نگاه کنید این زون اینوالید نشده تا میرسه به این، یعنی باز اینجا میتونه به ما ترید بده. دوباره زون بعدی، اینم تا اینجا نرسیده، اینوالید نیست فعلا. خب بریم ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. خب تریدش هم بذاریم. پس ما فعلا یه دونه استاپ داشتیم، این شکل، این هم درست تنظیم بکنیم. خب الان اتفاقی که افتاد، یه دونه تی پی اینجا به ما داده شد، پس یه دونه استاپ داشتیم، یه دونه تی پی، این زون هم همچنان برای ما ولیده. آیا اتفاق خاص دیگه ای افتاده؟ هیچ significant high or low داشتیم که اتفاق افتاده باشه و چیز ندیده باشیم؟ فعلا چیز جدیدی برای ما ساخته نشده. اونایی که پر واضحه دوستان، این دونه دونه اینا رو میتونید شما بگیرید بگی خب تی پی تی پی، اونی که واضحه، چون نباید سر خودتون کلا بذارید. مثلا این 1 2 3 4 5 6 7 8، البته اینا جزش نیست توی آرتی میشه دهانش و اینجور چیزا. 1 2 3 4، این چند تا تیکه، بخشید چند تا چی بهش میگن، کندله، اما اینجا مثلا یه دونه کندله، اینجا مثلا یه دونه کندله. خب اینجا رو اینا رو زیاد در نظر نداشته باشید، بذارید یه چیز واضح اتفاق بیفته. خب الان اونی که برای ما واضحه سیگنیفیکنت کدوماست؟ یه دونه لو، یه دونه های. بذارید در ادامه ممکنه این هم اگه تایید بشه به ما یه چیز به درد بخوری بده. ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب الان کف ما شکسته شده، این کفی که شکسته شده باید ساب بکنیم FTR رو برای ما تایید بکنه. خب تایید داد، یه دونه به این شکل ما داریم. خب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب چیز خاصی فعلا به ما داده نشده. اینجا هم یه دونه significant high or low بود، نگاه کنید اینو از دستمون رفت، یعنی اینجا هم باز یه دونه ترید داشتیم که تی پی میشد، اینو مثلا چون ندیدیم حساب نمی کنیم. الان رسیده به این نقطه‌ای که ما داریم و هنوزم ولیده بر اساس استراتژی، هنوزم توی لولی هستش که میتونه به ما تی پی بده. ببینیم چه اتفاقی میفته. خب توی این وسط هم میتونیم ما تعداد دیگه داشته باشیم، حالا ممکنه این مثلا بره استاب بخوره یا هر چیزی، اهمیت نداره چون داریم تست میکنیم و اصلا خود استراتژی رو شروع نکردیم به تست کردن، دارم مثال میزنم فعلا که به چه شکل هستش. خب الان ببینید significant high or low، فعلا چیز تایید شده این نداریم، این باید میرفت های بالاتر میزد که در نظرش میگرفتیم. اینم که از دستمون رفت ندیدیم، اینم باز دوباره نگاه کنید، یعنی
خیلی قشنگ میومد تیپی میزد. بریم در ادامه ببینیم تریدی که داریم به چه شکله. خب الان نگاه کنید، ممکنه ما اینجا بیایم مثلا هج بکنیم. چرا؟ چون این یه دونه بای اینجا داریم، یه دونه سل هم ممکنه اینجا داشته باشیم. استراتژی شما میتونید برای خودتون در نظر بگیرید تا تکلیف یک ترید مشخص نشه ترید دیگه ای نمی کنم، یا اگه صدا به دیگه ای داد ترید میکنم. این دوتا رو باید شما تکلیف خودتون رو مشخص بکنید، ببینید کدوم برای شما بهتره. اینم چجوری تکلیف مشخص میشه؟ فقط و فقط با تست کردن، فقط و فقط با تست کردن. خب اینجا ما یه دونه استاپ خوردیم، نگاه کنید این برای ما یک استاپ شد و این دیگه ولید نیست چون اومد از این زون برای ما برگشته. اینو ببینیم، اینم دیگه رسیده، اینم ولید نیست، یعنی دوباره هیچ کدوم از اینا رو سل نمیگیریم حتی اگه بیاد و بهش برخورد بکنه. خب زون های دیگه ای که برای ما سیگنیفیکن، پس ما الان یه تیپی داشتیم، اینو دیگه این ولیده دیگه، اینم نداریم. یه استاپ داشتیم، فکر کنم اینجا یه دونه استاپ دیگه داشتیم، اینجا بود نمیدونم. خب پس ما دو تا استاپ و یه دونه تیپی فعلا داشتیم و اگه اینا رو هم در نظر نگیریم که این یه دونه تیپی دیگه بوده و نمیدونم یه دونه دیگه هم که از دستمون در رفت، کاری به اونا نداریم. فعلا دوباره میایم significant high or low مشخص میکنیم. این یه دونه، این یه دونه، این یه دونه، این دوتا نزدیک هم ممکنه یه دونه در نظر گرفته بشن. ببینید در ادامه به چه شکل ساخته میشه. خب significant high low دیگه داریم اینجا، بله اینو داریم. خود این بزرگی هم داریم دیگه، خیلی داره خیلی بزرگ میشه. ببینیم تکلیف چیه بر اساس استراتژی. بیایم ترید بزنیم. خب الان یه دونه برای ما ساخته شد. خب تیپی چجوری بود؟ این از اینجا تا اینجا برای ما شد. افتیارمون این کف سیگنیفیکنتمون بود، اینجا شکسته شد. اینجا ورودمونه، نگاه کنید از 1/10 تا اینجا این ورودمون بود به این شکل. این استاپ و اینم تیپی به این شکل. پس اینجا ما دو تا تیپی دو تا استاپ داشتیم تا الان، یعنی با 4 تا ترید 2 قار مثلا فعلا تو سودیم که اصلا هیچ دیتایی نیست. یعنی شما حداقلش باید 100 تا ترید بزنیم ببینی چی اصلا استراتژی سوده هست یا نه و بعد اون بیای تصمیم بگیری که آقا این استراتژی سوده هست یا خیر. خب تازه یک مؤلفه دیگه هم داریم. شما مثلا بر اساس ساعت تریدی که داریم، مثلا بعضی از افراد مثلا 8 صبح بلند میشن ترید میکنن تا 12 ظهر، بعضیا 10 صبح تا مثلا 4 ساعت مثلا ترید میکنن، 5 ساعت ترید میکنن دیگه. بر اساس تایمی که خودتون میایید تست میکنید اینا رو میچینید که به چه شکل هستش. خب پس شما یاد گرفتید که این استراتژی چه جوری باید توی چه زونهایی ما اینا رو ترید بزنیم، به چه شکل برای ما بهترین حالت رو داره. الان نگاه کنید ما این ترید که تکلیفش مشخص، این هیچی. ببینیم الان significant high or low که داریم کدومان. ببینید اونایی که یک کندل هستن رو زیاد ترجیحمون برای این نیست بگیریم، مگه اینکه مثلا خیلی تابلو باشه که مثلا مارکت از اونجا ریخته باشه. حالا ببینید در ادامه ببینیم میتونیم اینو در نظر بگیریم یا خیر. زیاد ریز ساخته نمیشه فعلا. significant high low اینم میتونه باشه این بزرگه که تایید بشه. این بزرگه رو که یادتون باشه اینجوری دیگه من ترجیحم برای اینه که تریدش نکنم حتی اگه تیپی بشه چون خیلی بزرگ شده. خب ترجیحم اینه که ارزش رو بیام در نظر بگیرم. خب ببینیم چه اتفاقی در ادامه میفته. خب برای ما الان
تایید شد. اینا رو خط و خطوط رو پاک کنم قاطی نشه. خب نگاه کنید الان این رو ما داشتیم TP هم داد، اما گفتیم که بذارید یکم تعداد کندلاش بیشتر. ولی اینجا 3 تا داریم، یعنی میتونستیم اینو ترید بزنیم، ولی اگه یک کندل بود 2 کندل بود ترجیح بر این بود که تریدش نکنیم حتی اگه TP هم بده. فعلا تریدی که ما داریم بر اساس استراتژی اینه. خب فعلا این ولید نشده. اینجاها هم اگه یک FTRی یک گرهی بسازه و بعد بره میتونه ولید باشه. بله ساخت. اینم یه دونه دیگه. خب TP پس این اگه برسه به این ولید میشه. این یکی روی این ما اومدیم ورود کردیم با این استاپ و این TP. این TP شد. در ادامه نگاه کنید، در ادامه این رو significant high or low داشتیم، اینجا تایید شد. الان ما این رو داریم. خب ولی خیلی در واقع زون بزرگیه و ممکنه اصلا جالب نباشه ترید کردنش، ولی در هر صورت ما میایم چون دیگه استراتژی بهمون داده تریدش میکنیم. ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. خب اینجا ما استاپ خوردیم. نگاه کنید ما از اینجا تا این زون، بذارید اینو پاک کنم، این ورودمون بود و اینجا استاپ که اینجا استاپ خوردیم. دنبال لول دیگه باشیم به این شکل. ببینیم تایید میشه. بله تایید شد. ببینید توی استراتژی هیچ گارانتی وجود نداره که شما چند تا تیپ پشت سر هم بخورید یا چند تا استاپ پشت سر هم بخورید. ممکنه شما مثلا 5 تا استاپ پشت سر هم بخورید. به این معنا نیست که اون استراتژی ضرر ده. شما حداقل باید 100 تا ترید بزنی. اگه وین ریتش وین ریت قابل قبول یعنی چی؟ یعنی وین ریت مثلا 40 با ریس بری وارد 1/2 یه وین ریت فوق العاده است. چرا؟ چون جای بهینه سازی کردن داره. یعنی شما میتونید اینو بهترش بکنید. خب الان بر اساس چیزی که گفتیم اینجا یه ورود به ما داده شده، اینجا هم یه زون. نگاه کنید اینم یه دونه سیگنیفیکنت خوبه. اینجا قطع شده، یعنی اینجا میتونه یک زون به ما بده تا رسیدن به اینجا. پس ما 2 تا ترید داریم که ممکنه هر 2 تا استاپ بشه، یعنی هیچ گارانتی نداریم حتی توی استراتژی سوده، چه برسه به چیزی که الان داریم تست میکنیم. خب ببینیم مارکت چی میگه در ادامه. خب نگاه کنید این اینوالید شد. خب این اینوالید شده. این هم اینوالید شد. نگاه کنید اینو رسیده به اون زون ما دیگه. وقتی لب به لب میشه ما این برامون اینولیده. خب پس هیچ ترید تازه‌ای نداریم فعلا. این میتونه دونه زون باشه که به همون یه لول به درد بخوره بده، بعد بره تایید بشه. خب نگاه کنید الان این خیلی نزدیکه این زونه. من ترجیحم برای اینه که اینو هم بزنه، چون ممکنه اینجوری مارکت ریورس بشه از اینجا و شد. خب الان نگاه کنید مینور ماژور شد. الان من میتونم با اطمینان بیشتری روی این ترید بزنم اگه برگرده. این الان برای من یک لول خوبه. خب ببینیم
چه اتفاقی میفته؟ خب اینجا تی پی به ما داده شد و یه چیز به درد بخوری برامون تشکیل شد. پس من الان تقریبا بهتون نشون دادم که این استراتژی پتانسیل تست رو داره. این تست های اولیه رو پشت سر گذاشته، مثلا یه تیپی دوتا، فکر کنم یکی دوتا دیگه هم اینجا بود، و یعنی حتی اگه تعداد تیپی ها و اس ال ها با ریسپری وارلیک به دو با هم دیگه برابره، یه استراتژی بسیار عالیه و که شما میتونید اینو تست کنید، بک تست بگیرید ببینید در ادامه به چه شکل هستش. خب الان میریم سراغ ادامه ماجرا که در مورد دیتا و نحوه بک تست گیری باشه صحبت میکنیم. الان میریم سراغ ادامه ماجرا که در مورد دیتا و نحوه بک تست گیری باشه صحبت میکنیم.